رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. حذر کن از قرینهای دل آزار. ای مردم بیدار شوین میگد مولوی. رفیقهای با نماز و رفیقهای جانی کم هستند میگوید. از این خاطر میگوید با آنها پیوست شوید. از این رفیقهای دلازار که در دنیا شما را آزار میدهند، که در آخرت از اینها عذاب میکشین، از اینها دور باشین، دور باشین. حضرت تا حدی آمدن گفتن برو بیشین به نزد کژدم و مار، مرا بر نزد هر شیطان مکار. همون کژدم و مار که یکی از مخلوقهای بدترین هستند که انسان نش میزنند، شاعر میگوید، مولوی میگوید نزد همون رو، لیکن نزد شیطان مکار نرو. بی نماز صاحب کتاب ها شیطان میگویند. حتی شما اگر قصه ها را خوانده باشید، میگوید یک بی نماز با شیطان میگوید رفیق شدند و این بی نماز نشناخت که این شیطان است، زیرا شیطان خودش را در هر صورت آدم تبدیل داده میتواند، مگر در صورت پیغمبر خدا در آوردن میتواند. این حدیث پیغمبر است. باری میگوید با یک بی نماز رفیق شد، از سحر تا شب همراه او سیر کردند. شب جایگاه خواب پرتافتن، خواستن که خواب کنند که شیطان از پهلوی این بی نماز میگوید چیکار کرد؟ خودش را دور کرد و از او گریخت. این مرد بی نماز فریاد زد، گفت ای رفیق، گفت کجا میگریزی؟ از سحر تا بگو همراه من بودی، با ما انس گرفتی، من تو را دوست میدارم، کجا رفتی؟ گفت من رفیق تو نیستم، من شیطان هستم. من از سحر تا بگو همراه تو بودم، لیکن نگاه کردم که 5 بار امر پروردگار تو ترک کردی. 5 بار. میترسم که باز از کثافتی تو بی نماز بالای من یک ضرر زیان نهایت از جانب خداوند. از این خاطر پهلوی من، یعنی من زیبنده پهلوی تو ندارم. گفت ای بی نماز. این مولوی میگوید برو بیشین به نزد کژدم و مار، مرا بر نزد هر شیطان مکار. ز بوجهلان گریز ای یار احمد، اگر تو امت هستی بر محمد. حضرت میگوید این ابو جهل هستند، بی نمازان پیرو ابو جهل هستند، از اونها شما گریزید اگر شما امت اساسی محمد باشید.